بچه‌ها سلام، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیرحسین محمدی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز. در خدمتتون هستم با ادامه حل مسائل کتاب مسائل شیمی نشر الگو. امروز میریم سراغ فصل 2 دهم، رد پای گازها در زندگی، و بازم مثل همیشه مسائل سطح دوم، یعنی آزمون جامعه سوم. خب بریم سراغ سوالات. سوال اول میگه که دمای منطقی از سطح زمین برابر 17 درجه سانتیگراده و فشار هوا با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر 10% کاهش می‌یابد. اگر در ارتفاع 5 کیلومتری از سطح زمین در حضور نور خورشید اوزون تروپوسفری تولید شود، در اثر تولید 6.4 گرم گاز اوزون تقریباً چند لیتر گاز قهوه‌ای رنگ NO2 مصرف شده است. خب بچه‌ها ما می‌دونیم که توی تروپوسفر تقریباً به ازای 1 کیلومتر بالا رفتن دما 6 درجه کاهش پیدا میکنه. حالا ما 5 کیلومتر بالا رفتیم، 5 6 تا 30 درجه کاهش پیدا کرده. یعنی دمای ما میشه منفی 13 درجه سانتیگراد یا تتا پریم ما میشه 260 کلوین. این از دما. حالا بریم سراغ فشار. میگه که فشار به ازای هر کیلومتر 10% کاهش پیدا میکنه. ببین اگر این نقطه‌ای که ما بودیم فشارش P1 باشه، 1 کیلومتر بریم بالا 10%ش کاهش میوبه، 90%ش میمونه، پس میشه 9 دهم P1 فشار اینجا. 1 کیلومتر دیگه بریم دوباره 10% کاهش، 90% میمونه، یعنی 9 دهمش میمونه، پس میشه 81 صدم P1. همینطوری ادامه پیدا میکنه. در واقع اینجا سختی محاسبات این سواله، یعنی ما باید 89 و ضرب در 9 و ضرب در 9 کنیم. تو مخرجم حالا یه 10 به توان 5 داریم دیگه، چون 5 کیلومتر رفتیم بالا. خب حساب کنیم 81 دوباره تا اینجا چند کیلومتر رفتیم؟ 2 کیلومتر. این میشه سومین کیلومتر ما. 81 ضرب در 9 کنیم میشه 729 هزارم. 729 هزارم من میگیرم 73 صدم تقریبا. 73 صدم P1. حالا 1 کیلومتر دیگه میریم 73 صدم ضرب در 9 بشه 963 تا 3 تا 27 تا میشه 657 هزارم. من همون 650 بخشید میشه 657 هزار من میگیرم 66 صدم 66 صدم 66 صدم P1. این دوباره حالا دیگه جا نیست، من اینطوری می‌نویسم 1 کیلومتر دیگه بریم بالا ضرب در یه نقطه دیگه بشه 6 تا 54 تا 6 تا دوباره 54 تا میشه تقریبا 59 خورده ای. من همون 6 دهم تقریبا میزنم 6 دهم P1. پس بعد از 5 کیلومتری که بالا رفتیم فشار ما میشه 6 دهم فشار اولیه. حالا ببینیم که این 6.4 گرم اوزونی که تولید شده حاصل مصرف چند مول NO2 بوده. ضرایب واکنش هم که اینجا همه یکن. خب 6.4 گرم اوزون جرمولی اوزون 3 تا اکسیژن داره میشه 48. این مساویه با x گرم NO2 ضریبش هم 1 x مول ببخشید. ضریبش هم که 1. اینو اگر باز ممیزه حذف کنم بنویسم 10 به توان منفی 1 این میشه 4 این میشه 3 4 تا 16 تا 3 تا 16 یعنی در واقع x ما میشه 4 سیوم مول NO2. حالا میریم سراغ فرمولی که داریم P1 V1 تقسیم بر N1 T1 ما برابر با P2 V2 N2 T2. خب من میام شرایط استیپی رو در نظر میگیرم. فشار 1 اتمسفر، حجم مولی 22.4 به ازای 1 مول در دمای 273 درجه کلوین. این برابر میشه با گفته که چند لیتره؟ وی لیتر ضرب در فشار 6 دهم اتمسفره، چون ما فشار اولی رو 1 گرفتیم. مول ما 4 سیومه، دما هم که حساب کردیم 260 کلوین. از اینجا ساده کنیم. این صفر رو با هم خط میخورن. اینجا این صفر رو میبریم تو صورت و 26 و 273 هم ساده میشن. 273 به 13 بخش پذیر، این به 13 میشه 2، اینم به 13 میشه 21. خب اینو که ما همه میدونیم، اینو میتونیم بنویسیم 3 - 2 ضرب در 7 که از اینجا اگر 7 رو با 21 ساده کنیم یه 3 میمونه. از اون طرف اینو ببریم اونجا ضرب کنیم، در واقع وی ما میشه 2 ضرب در 3 - 2 یه 4 هم اینجا داشتیم فراموش نکنیم ضرب در 4 تقسیم بر یه 6 دهمه، یه 3 بردیم تو صورت، یه 3 هم اینجا ضرب در 9. خب این میشه 8 ضرب در 3 و 2 میشه 25 و 6. مخرجم که 6 تا 54 تا 5 - 4. خب اینو ضرب در 5 کنیم از اون یه ذره بیشتر میشه، یعنی در واقع این عددی که حساب میشه یه کمی کمتر از 5. تو گزینه‌ها چی رو داریم؟ 4 - 74 یعنی گزینه 1 جواب ما میشه. بریم سراغ سوال دوم. سوال 2 میگه در دایره تروپوسفر به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع دما به اندازه 6 درجه کاهش پیدا میکنه و در استراتوسفر به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع 1.6 سانتیگراد افزایش داریم. حالا گفته اگر دما در ابتدای استراتوسفر 218 کلوین باشه، یعنی چند درجه سانتیگراد میشه؟ همینجا تبدیلش کنیم 273 میشه 0 درجه سانتیگراد، 218 - 273 این میشه منفی 55 درجه سانتیگراد. اختلاف ارتفاع دو نقطه‌ای که دمای آنها صفر است تقریبا چند کیلومتر؟ خب ببینید تو استراتوسفر یه بار دما صفر میشه، تو تروپوسفر هم یه بار صفر میشه. ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که اگه این نقطه‌ای که ما داریم اینجا در نظر گرفتیم که دماش منفی 55 درجه سانتیگراد رو مکان اولیه و x مساوی صفر در نظر بگیریم،
یه مقداری باید بریم بالا دما صفر بشه، یه مقداری پایین‌تر هم باز دما صفر شده بوده. این معادلاش چطوری میشن؟ این به ازای هر کیلومتر 1.6 افزایش دما داریم. پس یه معادله اگر بنویسم تتای ما میشه 1.6 x بر حسب کیلومتر منهای 55. اینجا به ازای هر کیلومتر که بالا میرفتیم 6 درجه تو تروپوسفر دما کم میشد. حالا اگر پایین بیایم به ازای هر کیلومتر پایین اومدن 6 درجه افزایش داریم. پس اینم تتای اینم می‌نویسم 6x منهای 55 که ببینیم چطوری صفر میشن. خب حالا 1.6 x 1 منهای 55 بعد دماش بشه صفر. 6 x 2 منهای 55 هم باید دوباره بشه صفر. از اینجا x 1 ما به دست میاد 55 تقسیم بر 1.6 x 2 ما به دست میاد 55 تقسیم بر 6. ولی این x2 ما 55 تقسیم بر 6 نیست در واقع مکانش. ما داشتیم پایین میرفتیم، یه منفی داره، منفی 55 انگار داریم مثل فیزیک جابجایی حساب میکنیم. خب چقدر میشه اختلاف ارتفاعش؟ 55 ارتفاع بالاتر 55 تقسیم بر 1.6 منهای منفی 55 تقسیم بر 6 در واقع میشه 55 تقسیم بر 1.6 به علاوه 55 ششم. یه مخرج مشترک بگیریم، این میشه 6 ضرب در 1.6 میشه 9.6. 6 در 55 6 5 تا 30 تا دوباره 6 5 تا هم 30 تا 330 میشه. 1.6 ضرب در 55 یه 55 داریم، یه 6 تامش هم داریم که 6 تامش میشه 33 میشه 88 به علاوه 88. این در کل میشه 418 تقسیم بر 9.6. اگر این 9.6 10 بود جواب میشه 41.8 ولی کمتر از 10، بنابراین جواب یکم بیشتر از 41.8 میشه. تو گزینه‌ها چی رو داریم؟ خب این که کمتر از 41.8 بیشتر می‌خوایم بشه، این 43.5 بوده. همین جوابه. گزینه 1. اینم از سوال دوم. بریم سراغ سوال 3. سوال 3 میگه که در سیلندری با پیستون روان مخلوطی از گازهای نیتروژن و هیدروژن به جرم 60 گرم در دما 25 درجه وجود دارد. اگر دما و فشار ثابت با اضافه نمودن 2 گرم گاز هیدروژن H2 حواستون باشه H در نظر نگیریدش. پس این 2 گرم میشه 1 مول. به این ظرف حجم 1.25 برابر بشه. درصد مولدی گاز نیتروژن در مخلوط اولیه کدام است؟ خب باز بریم سراغ همین فرمولی که داشتیم. P1 V1 تقسیم بر N1 T1 این میشه P2 V2 N2 T2. گفت چی ثابته؟ فشار و دما ثابت. خط میزنیم از اینجا. پس در واقع میتونیم بگیم که V1 به V2 هم ارز یا برابر با نسبت N1 به N2 ما. اینم که تعداد مول گاز هست که از اینجا V2 ما میشد 1.25 V1 کمی می‌نویسم، اینم V اولیه ما، این مساویه با اون تعداد مول اولیه که داشتیم نمیدونیم چقدره و تو مخرج هم 1 مول بهش اضافه شده، این یک به علاوه n شده بود، 1 مول هیدروژن بهش اضافه کردیم. از اینجا V رو با هم خط میزنم، اینو اگر بنویسم 5/4 4ش میره تو صورت میشه 4/5. خب به نظرتون n چند بوده؟ به وضوح n بوده 4 مول. پس این 60 گرم مخلوطی که داشتیم کلا 4 مول گاز داشته. من میام گاز هیدروژن رو میگیرم x گرم، این میشه 60 من x نیتروژن یعنی n2 میشه 60 من x، این H2. بریم حساب کنیم. این 4 مولی که داشتیم میشه مول گاز N2 یعنی 60 من x تقسیم بر جرم مولیش که 2 تا 14 تا 28 به علاوه مول H2 ما که x گرم داشتیم تقسیم بر جرم مولی 2. از اینجا دوباره مثل همون کاری که می‌کردیم این کسر رو ما خیلی دیدیم، اینطور محاسبه رو خیلی داشتیم. 2 ضرب در 28 ضرب در 4 یعنی در واقع من می‌نویسم 4 ضرب در 2 میشه 8 دیگه، 8 ضرب در 28 می‌نویسم، این برابر میشه با 2 ضرب در 6 120. من 120 رو میام می‌نویسم 15 ضرب در 8. مشکلی داره؟ نه. 15 ضرب در 8 یه منفی 2x میده به ما، یه 28x مثبت 26x. میام این طرف از 8 فاکتور میگیرم، اینو میارم این طرف از 8 فاکتور میگیرم، 8 تا 28 منهای 15 داریم، این طرف هم یه 26x. خب 28 منهای 15 میشه 13. خب 13 و 26 این میشه 2 و 8 میشه 4. پس x بوده 4 گرم H2 که بعد در آخر درصد مولی گاز نیتروژن، آره درصد مولی نیتروژن در مخلوط اولیه رو از ما خواسته. بیایم حسابش کنیم. نیتروژن ما میشه چقدر؟ 60 منهای 4 تقسیم بر 28 جرم مولیش، این میشه 56 تقسیم بر 28 2 به ما میده، یه 2 به ما میده. اینجا هم تو مخرج ما یه 4 دوم داشتیم به علاوه یه 56 28 دوم که باز میشه 4. پس ضرب در 100 بشه میشه همون 50% که گزینه 2 جواب ما میشه. اینم از سوال 3. بریم سراغ سوال 4. سوال 4 میگه که مخلوطی از 2 نمک سدیم نیترات و پتاسیم کلرات به جرم 271.5 گرم را حرارت میدهیم تا به طور کامل تجزیه شود. اگر گاز اکسیژن حاصل بتواند 32 گرم بنزین را به طور کامل بسوزاند، جرم NaNO2 تولید شده چقدره؟ خب سوال معلومه که سوال خیلی سنگینیه و مخصوصا محاسباتش. بریم ببینیم. اول میایم حساب میکنیم که چند مول O2 از این دو واکنش تولید شده که بعد اومده با بنزین واکنش داده. این واکنش بنزین رو موازنش کنیم، چون 3 ضریب اکسیژن این ببخشید این تقسیم بر 2 بشه میشه 3 ضریب اکسیژن یه 2 میگیره. پس من میام همین اول کاریم ضرب در 2 میکنم، 12 تا CO2 میده، 6 تا H2 میده و 15 تا O2. پس به ازای مصرف منفی 2x از این
15x از O2 مصرف شده و حالا 12x CO2 و 6x H2O تولید میشه. ببینیم که چقدر بنزن مصرف شده. 31.2 گرم ضرب داره هر مولش. جرم مولی چقدره؟ 6 تا 12 تا میشه 72 تا، علاوه یه 6 تا که هیدروژن داریم میشه 78 تا. 78 تا. اینو من می‌نویسم 312 در 10 به توان -1 که 78 با این ساده میشه. ضرب در 4 کنیم 4 تا 28 4 تا 32 تا میشه 312. آره. در واقع کلا میشه 4 مول بنزن. این 4 مول 2x ما هست که مصرف شده. پس x ما میشه 2 مول. پس چقدر O2 مصرف شده؟ 15 ضرب در 2 دهم 3 مول O2 کلا اینجا مصرف شده که همین 3 مول هم از این دو تا واکنش 2 و 1 ما تولید شده. حالا چیکار کنیم؟ من میام از این 271.5 گرم جرم NaNO3 رو میگیرم x، جرم پتاسیم کلرات رو میگیرم 271.5 منهای x. خب حالا به ازای مصرف 2 مول از این، خب 3 مول O2 تولید شد. یعنی در واقع اگر من بیام حساب کنم که این 271.5 منهای x تقسیم بر جرم مولی که میشه چقدر مول KCl3 ضرب در 3/2 کنم میشه مول اکسیژن ما. بیام همین رو بنویسیم. 271.5 منهای x تقسیم بر جرم مولیش که نمیدونم حفظید یا نه، ولی خب جرم مولی معروفی داره 122.5 این ضرب در 3/2 باید بشه دیگه. یه 2 تو مخرج ضرب می‌کنم یه 3 تو صورت. این میشه مول اکسیژنی که از واکنش اول تولید شده به علاوه مول اکسیژنی که از واکنش دوم تولید میشه. x گرم NaNO3 داشتم تقسیم بر جرم مولیش بشه میشه مولش. به ازای 2 مول از این 1 مول O2 تولید میشه. پس مول اینو ضرب در 1/2 کنیم میشه مول O2 تولیدی. یعنی x تقسیم بر جرم مولیش که NO3 62 Na 2385 این 85 ضرب در 1/2 یه 2 تو مخرج ضرب میشه. این کلا رو هم رفته چند مول اکسیژن شده؟ 3 مول اکسیژن شده. خب همون کاری که می‌کردیم دیگه، یه مخرج مشترک. حالا من اینجا این 2 رو ضرب می‌کنم، این نیمه یه کمی رو مخه. من همین می‌نویسم 245 اینجا هم بنویسیم 170 دیگه. نمی‌نویسیم مشکلی نیست، می‌تونی باز محاسبات پیش ببری. این مخرج مشترک ما ضرب در این میشه 3 ضرب در 170 ضرب در 245. این مساویه با 170 ضرب در 3 و در صورت این ضرب بشه میشه 3 ضرب در 170 ضرب در 271 3 ضرب در 170 در منفی x ضرب میشه 245 هم در x ضرب بشه کلا میشه منفی 265x. حالا اینو میبریم اون طرف، اینا رو مجموعاً میاریم این طرف. بعد از یه 3 ضرب در 170 فاکتور میگیریم. پس 265x مساویه با 3 ضرب در 170 در 271.5 منهای 245 که از اینجا این محاسبه میشه 26.5 با این ساده میشه، این میشه 1 این میشه 10 10ش هم با صفر این میزنیم. پس x ما میشه 51 گرم. خب NaNO3 بود دیگه. چی خواسته از ما سوال؟ میگه که جرم NaNO2 تولیدی چقدره. خب به ازای 2 مول NaNO3 2 مول NaNO2 تولید شده. یعنی در واقع ضرایبشون با هم برابرن. پس کافیه تقسیم بر جرم مولی کنیم جرمشو و بعد ضرب در جرم مولی این، چون مول هاشون با هم برابره. این 51 گرم ضرب در هر مولش چند گرم بر مول بود؟ 85 ضرب در هر مول از اینم که 1 مول از این میده. جرم مولی NaNO2 هم میشه یه 23 و علاوه یه 46 میشه 69. 85 با 51 ساده میشه. اگر این 170 بیاین 2 برابرش می‌کردیم با این میشد 3 دهم، حالا نصفشه، این میشه 6 دهم. 6 دهم ضرب در 69 جوابش چنده؟ نه ضرب کنی ها، 69 رو فرض کن 70 ضرب در 6 دهم میشه 42. حالا یه 6 دهم کمتر داره، یعنی میشه 41 ممیز 4 دهم. گزینه 4 ما هست. اینم از سوال 4. بریم سوال 5. سوال 5 مخلوطی از گازهای متان و پروپان در حال سوختن کامل در مقدار کافی اکسیژن 154 گرم گاز کربن دی اکسید تولید می‌کند. اگر جرم گاز متان 10 گرم بیشتر از جرم گاز پروپان باشد، درصد مولی متان در مخلوط اولیه کدام است؟ خب اولا که ما میدونیم در این CH4 رو بسوزونیم، سوختن کاملش این کربن فقط به CO2 تبدیل میشه. پس چند مول CO2 تولید میشه بستگی داره که 1 مول از این هیدروکربن ما چند مول کربن داره. خب این 1 مولش 1 مول کربن داره، پس CH4 یه دونه CH4 هم عرضه با یه دونه CO2. خب اینجا گفتیم به ازای کربن هیدروکربن دیگه، پس یه دونه C3H8 اگر داشته باشیم این هم عرضه با 3 تا CO2. خب از همینجا میتونیم حساب کنیم، یعنی اگر مول C3H8 رو داشته باشیم ضرب در 3 کنیم میشه مول CO2 ما. ببینید کلا چند مول CO2 تولید شده. 154 گرم ضرب در هر مولش 44 گرمه. خب 44 ضرب در 3 میشه 132. 22 تا کمتر از 154. پس یه نیم هم داره، یعنی میشه 3.5. 3.5 مول. من این 3.5 مول رو دوستش ندارم، می‌نویسم 7 دوم. خب این مساویه با مول های حاصل از سوختن پروپان که من اینو اگر x بگیرم چون 10 گرم متان بیشتره میشه x علاوه 10. x گرم پروپان داریم تقسیم بر جرم مولیش که 3 تا کربن میشه 36 یه 8 هم داره میشه 44 گرم بر مول. حالا ضرب در 3 هم داره دیگه، گفتیم این مول ضرب در 3 میشه تعداد مول کربن دی اکسید تولیدی به علاوه x به علاوه 10 تقسیم بر جرم مولی متان که 16 ضرب در 1. دوباره مثل همیشه این کسر رو خیلی می‌بینیم و حواستون هست یه مخرج مشترک 16 ضرب در 44 در اون طرف ضرب میشه 7 ضرب در 8 ضرب در 44. 16 ضرب در 3 ضرب در x میشه 48x. یه 44x هم داریم
44 48 92x. اینجا 44 هم ضرب در 10 به علاوه یه 10 ضرب در 44 هم میشه. خب 44 رو اینجا داریم دیگه، فاکتور بگیریم. 44 این میاریم این طرف. 44 در 7 8 56 56 منهای 10 مساوی 92x که از اینجا این میشه 46 46 با 92 میشه 2 2 هم با 44 میشه 22. پس x ما 22 گرم بوده. چی رو از ما خواسته؟ درصد مولی متان رو خواسته. خب x 22 بوده، متان 10 گرم سنگین بیشتر بود، میشه 32 تقسیم بر جرم مولی 16. مول کل چقدر بوده؟ 22 گرم از یه 44 گرم برمولی داشتیم به علاوه 32 گرم از یه 16 میشه 2 تقسیم بر این میشه نیم، اینم 2 2 نیم ضرب در 100 این میشه 80%. گزینه 4 میشه. ولی یه کار دیگه هم میشه کرد که کار خیلی قشنگه. من فقط بهتون میگم چیکار کنین دیگه، خودتون انجامش بدین چون وقت میشه تو ویدیو. ببینید جرم مولی پروپان 44 گرم برموله، جرم مولی کربن دی اکسید هم 44 گرم برموله. این یعنی چی؟ یعنی هر مقدار گرمی که از پروپان مصرف شده 3 برابرش گرم CO2 تولید شده. پس ما میتونیم مثلا اینو تبدیل به مول نکنیم، یعنی بگیم 154 گرم CO2 مساویه با اگر x گرم از این مصرف شده باشه 3x گرم CO2 تولید شده به علاوه 1 گرم CO2 تولیدی از سوختن CH4 که میشه x به علاوه 10 تقسیم بر 16 ضرب در حالا 1 مول 44 گرم. اینم میتونید حساب کنین x رو به دست بیارین، هیچ محدودیتی نداره. اینم دیدم راه قشنگی گفتم بهتون بگمش. اینم از سوال 5. سوال 6 رو بریم. سوال 6 میگه که MS2 در اثر حرارت در هوای خشک به MO2 و SO2 تبدیل میشه اگر در اثر واکنش کامل 11.7 گرم از این ماده 2.4 گرم از جرم مواد 11.7 گرمش مصرف بشه 2.4 گرم از جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش کاسته میشود چند لیتر گاز در شرایط استیبی تولید میشه. بریم حساب کنیم. خب اولا که MS2 جامد ما به علاوه O2 شده یه اکسید جامد میده MO2 جامد به علاوه یه SO2 گازی اینجا ضریب این 2 این 1 این 3 اینم که 1 میگیم به ازای مصرف منفی x مول از این 3x مول از این مصرف میشه 1x مول از این تولید میشه و 2x مول هم از این تولید میشه. حالا جرم جامدی که از ظرف کاسته میشه یعنی جامد اولیه ما چی بوده؟ MS2 بوده. خب این MS2 کاهش جرمش مربوط به چیه؟ SO2 نیست فقط S، یعنی فقط S که از این جامد اولیه ما کم شده یه مقداری که نمیدونیم چقدره و از اون طرف O2 هم اومده به جامد ما اضافه شده یه مقدارم O2 بهش اضافه شده. پس این تغییر جرم جامد موجود در ظرف در اثر خارج شدن یه مقدار از یه ماده حالا که اون S و اضافه شدن اکسیژن بهشه. خب باید ببینیم که چقدر S خارج شده منهای اون مقدار اکسیژنی که اضافه شده به جامد این کلا شده 2.4 گرم. خب 2.4 گرم برابر میشه با اگر x مول از این تولید شده باشه این x مول هم ارزه با چند مول اکسیژن؟ هر مول از این ترکیب 2 مول اکسیژن داره پس 2x مول اکسیژن یعنی 2 ضرب در 16 گرم یعنی 32 گرم اکسیژنه. 32x اکسیژن هست که اضافه شده به جامد. اینو بعد از اون اسی که خارج شده کم کنیم. حالا 2x مول از این تولید شده که هر مولش 1 مول اس داره جرم مولش هم 32 که میشه 64x گرم. در کل یه 32x داریم که شده 2.4 x ما میشه 24 تقسیم بر 32 ضرب در 10 از اینجا 24 به 32 این میشه 3/4 در واقع میشه 3/40 مول. خب چی رو از ما خواسته؟ چند لیتر گاز در شرایط استیبی تولید شده؟ گاز ما چیه؟ SO2 دیگه 2x مول. خب x ما شد 3/40 2x میشه 3/20 ضرب در حجم مولی 22.4 بیا حساب کن این با این میشه 1.12 ضرب در 3.36 لیتر. اصلا به اینم نیازی نداشتیم. گزینه 4 جواب ما هست. اینم از سوال 6. بریم سراغ سوال 7. میگه که شمار مول‌های مخلوطی شامل کربن دی سولفید و مقدار اضافی اکسیژن 4. مخلوط در ظرف بسته با جرقه مشتعل میشه که همه CS2 به کربن دی اکسید و گوگرد دی اکسید تبدیل میشه و بعد میگه که تعداد کل مول‌های موجود در ظرف میشه 3.1 مول. بیا معادله واکنش رو بنویسیم. CS2 به علاوه O2 SO2 به علاوه CO2 که ضرب 1 مول از این 2 مول از این 1 مول 2 3 مول ببخشید 3 مول. پس یه x اگر از این مصرف بشه مول 3x مول O2 مصرف میشه 2x مول SO2 تولید میشه و x مول هم CO2 تولید میشه. در کل تغییر مول گاز چقدره؟ 4x مول مصرف شده 3x مول تولید شده انگار x مول مصرف شده. مول اولیه چقدر بود؟ 4. این شده چقدر در نهایت 3.1 مول گاز. پس x ما بوده چقدر؟ 9 دهم. گفته که CS2 کامل واکنش داده همش مصرف شده پس یعنی این x همش بوده که برابر بوده با چند مول؟ 9 دهم مول. این میشه 9 دهم ضرب در جرم مولیش چقدر؟ CS2 یه 32 ضرب در 2 داره که مال اس میشه 64 یه 12 هم داره میشه 76 یکان 9 ضرب در 6 باید 4 بده به ما 68 و 4 گزینه 3. اینم از سوال 7. بریم سراغ 8 میشه. 8 میگه که اگر 36 گرم پنتان همراه با 25 مول هوا وارد یک محفظه شود و به صورت کامل بسوزد به تقریبا چند درصد مولی مخلوط گاز نهایی را بخار آب تشکیل میدهد. خب
معادله سوختن بنویسیم C5H12 این تقسیم بر 2 بشه زوجه، پس یک مولش هم جواب یعنی ضریب این یکه به علاوه O2 5 تا CO2 میده به علاوه 6 تا H2O که یه 6 داریم یه 10 16 ضریب این میشه 8. خب به ازای مصرف یک مول از این یعنی x مول در نظر میگیریم 8x مول O2 مصرف میشه، 5x مول CO2 تولید میشه، 6x مول هم H2O تولید میشه. حالا باید ببینیم که چقدر کلا مول مصرفی پنتان بوده. 36 گرمش ضرب در هر مولش که میشه 5 تا 30 داره میشه 60 به علاوه 12 تا میشه 72 گرم. از اینجا میشه چقدر؟ خب این با این میشه 2 نیم مول. در واقع این نیم مول ازش مصرف شده، پس اکسیژن هم 4 مول مصرف شده، این 2 نیم مول CO2 تولید شده و 3 مول هم که H2O تولید شده. کلا چند مول از اون گاز 25 مولی ما کم شده؟ 4 مول. چند مول بهش اضافه شده؟ 5 و نیم مول. یعنی در واقع 1 و نیم مول انگار گاز اضافه شده، یعنی 25 به علاوه 1 و نیم. کلا چقدر بخار آب داریم؟ چون درصد مولی بخار آب خواسته 3 مول داریم. این میشه 3 تقسیم بر این درصد ضرب در 100. خب این میشه اینطوری بنویسم 300 تقسیم بر 26 و نیم. من میمونه یه جوری تفکیکش میکنم. 26 و نیم 10 تاش میشه 265، 11 تاش میشه 291 و نیم. من این کارو میکنم، میگم این کس برابر با 11 تا 26 و نیم به علاوه 300 منهای 91 و نیم 8 و نیم میمونه دیگه تقسیم بر 26 و نیم. این میشه 11 به علاوه 8 و نیم تقسیم بر 26 و نیم. یه خورده ای میشه. اول گزینا رو ببینیم. خب اینا که نیستن، دو تا 11 داریم. این یکی 32 صدمه، یکی 7 دهمه. خب این از نیم بیشتر یا کمتره؟ کمتر از نیم، پس قطعا این جواب ما هست. یعنی گزینه 3. اینم از سوال 8. بریم سراغ سوال 9. سوال 9 میگه که اگر مقدار کلسیم کربنات و پتاسیم نیترات در دمای 702 و فشار 2 اتمسفر تجزیه شوند، در نهایت مقدار 10 لیتر گاز متناسب با ذرایع استوکیومتری تولید میشه. اختلاف جرم واکنش دهنده چقدر بوده؟ باز همون فرمول، یعنی P1 V1 تقسیم بر N1 T1 میشه P2 V2 N2 T2. از اینجا میام با شرایط سی پی در نظر میگیرم 22.4 ضرب در 1 اتمسفر، 1 مولش 273 کلوین. این برابر با 10 لیتر داریم ضرب در فشار چقدر بود؟ 2 اتمسفر. دما چقدر؟ 702 علاوه 273 میشه 975 ضرب در یه تعداد مول که نمیدونیم. حالا این مول چطوری به دست میاد؟ ان ما برابر میشه با 22 نه 273 ضرب در 10 ضرب در 2 تقسیم بر 975 ضرب در 22.4 که خب بیام از اینجا حسابش کنم. اینو اگر من ببینم 2070 و اینو خط بزنم، میخوام با این سادهش کنم. 3 برابرش که بیشتر میشه، 2 برابرش کنیم میشه 1950، یه 780 تا کمتر میمونه. یعنی 2 به علاوه حالا یه خورده ای میشه. 2 یه خورده ای میشه. حالا 780 تا به 975 به نظرتون چند میخوره؟ خب از نیم که قطعا بیشتره و باید یه عدد زوجم باشه که ضربش میکنیم که این 5 رو به 10 تبدیل کنه. یا 6 دهم بود یا 8 دهم. 6 9 تا میشه 54 تا به 780 نمیرسه. پس 8 دهم بوده در واقع این اعشار ما. یعنی 8 دهم ضرب کنیم در 975 8 9 تا میشه 728 دهمش، 75 جمع 8 دهمش میشه 60 میشه 780. پس در واقع این چی شد؟ چی کار کردم؟ خیلی خوب. یا اول فصل دستکاری کردیم. یه بار دیگه بیایم بیرون، بریم تو. بیرون هم نمیاد دیگه. نمیخوام آقا، نمیخوام. همین بذار. خب داشتیم میگفتیم این شد 2.8 2.8 ضرب در 2 این میشه 5.6 تقسیم بر 22.4 که اگر با هم ساده بشن این میشه 1/4. پس کلا 1/4 مول گاز تولیدی ما بوده. این 1/4 مول مساویه با، میگه متناسب با ضرایب اینا که کلا 1 میشه. پس اینو x اگر بگیریم، اینو بیا موازنه کنیم، اگر به این 2 بدیم این 1 بدیم، اینم میشه 1 و این میشه 5 دوم کل، این میشه 4 این میشه 2 این میشه 2 اینم میشه 5. پس این میشه 5x اینم میشه 2x. کلا 8x گاز داشتیم. این میشه 8x ما. پس x میشه 1/32. اختلاف جرم واکنش دهنده اولیه رو میخواد از ما. این 4x 4x کاین 3 داریم، یعنی میشه 4/32 ضرب در جرم مولیش که 101. این منهای 1/32 هم کلسیم کربنات داریم که جرم مولیش دیگه همه میدونن 100. ساده کنیم 4 با این میشه 8، اینم 8 میشه 25، یعنی 101 منهای 25 میشه 76. 76 هشتم میشه. 9 8 72 تا یه 4 هشتم میمونه میشه 9.5. پس کلا اختلافشون 9.5 گرم بوده. اینم از سوال 9. سوال 9 چرا آوردم دوباره؟ سوال 10 میگه یک مول مخلوط گازی شامل گوگرد دی اکسید و اکسیژن با نسبت استوکیومتری مناسب در ظرف با حجم ثابت قرار گرفته است. اگر پس از مدتی در اثر انجام واکنش 2 تا SO2 علاوه O2 میداد 2 تا SO3 در دمای ثابت فشار گاز درون سیلندر
ببخشید 10% کاهش پیدا کرد. چند گرم گوگرد تریوکسید در مخلوط پایانی وجود داره؟ خب باز همون فرمول P1 V1 N1 T1 مساویه با P2 V2 N2 T2. خب گفته که چی ثابته؟ حجم ثابته، حجم ثابت، دما هم که ثابت. حجم و دما ثابته، پس P2 به P1 میشه N2 به N1. نسبت مستقیم پیدا کرد. پس اگر این 9 P1 فشار ثانوی ما هست، N2 به N1 میشه چقدر؟ میشه 9. حالا گفته که 1 مول کلا مخلوط گازی داشتیم. این اگر منفی x تا منفی 2x تا مصرف بشه، منفی x تا O2 مصرف میشه و مثبت 2x تا SO3 تولید میشه. در کل تغییرات مول گاز چقدره؟ 2x تا تولید با 2x تا مصرف میره، یه منفی x میمونه. یعنی مول ثانوی ما این میشه 1 منهای x تقسیم بر 1 که به وضوح x مساوی میشه با 1/10 مول. گفته که چند گرم گوگرد تریوکسید در مخلوط پایانی وجود داره؟ 2x یعنی 2/10 مول، 2/10 مول ضرب داره جرم مولی چقدر میشه؟ یه 32 داریم به علاوه 48 میشه 80 ضرب در 80 میشه 16 گرم SO3 گزینه 3. خب اینم از تحلیل آزمون فصل دوم شیمی دهم. امیدوارم که مفید بوده باشه. مثل ویدیوهای قبلی محاسبات خوبی داشت، سوالای خوبی داشت و بریم تا آزمون بعدی. فعلا خدا نگهدار.